به نام خداوند جان و خرد. جان که در اینجا فردوسی بهش اشاره دارد با یک حقیقت مهمی ما رو مواجه میکنه و اون ماهیت وجود انسانی است که این ماهیت وجود انسانی یک علامت سوال داره و اون که با چی زنده است. اکسیری که میتواند وجود انسانی را حیات بده چیست؟ بنده سالها با این مسئله مواجه بودم و این برام سوال بود که چگونه میتوان این اکسیر رو پیدا کرد، یا به زبان دیگر چگونه میشود بزرگترین کشف تاریخ بشر رو ازش صحبت کرد. تاریخ بشر که میگیم نه در گذشته، در گذشته، در حال و در آینده. کل تاریخ بشر یک دستاورد باید داشته باشه و اون علالقاعده باید یک کشف باشه. نمیتونیم بگیم کشف آتش، کشف مثلا کامپیوتر و موارد از این قبیل. اینا همه زمانمند هستن و در یک دوره آمدن، در یک دوره منسوخ خواهند شد. آنچه که بسیار مهمه اینه که در گذشته و در حال و در آینده یک عنصر وجود داره و اون عنصر بزرگترین دستاورد بشر در آن چیز که به اون رسیده و با اون پیوند خورده و با اون میتواند رشد بکند و اون چیزی نیست جز مهر و محبت و عشق. این مهمترین نیرو و انرژی است که بشر تا کنون توانسته کشف بکنه و با او حرکت بکنه. البته ناگفته نماند این عشق‌هایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود، منظور نیست. اینها عشق‌هایی هستند که تحت تأثیر هورمون‌ها و شرایط اجتماعی شکل می‌گیرند و هیچ گونه جایگاهی ندارند. آنچه که مهمه اون رسیدن به اون محبت واقعی است، رسیدن به اون عشق واقعی است، رسیدن به اون مهر واقعی است که این اگر در درون انسان اتفاق بیفته بزرگترین دارو و بزرگترین طب برای شفا بخشیدن به همه امراض جسمی و روحی و ذهنی و فکری انسان هاست. و به همین دلیل ما یک شاخه جدیدی رو در طب پیدا کردیم و اون رو برای اولین بار مطرح میکنیم تحت عنوان طب مهر. و در اینجا نیازمند هست که مهر رو بشناسیم و عوامل شارژ و دشارژ محبت رو بشناسیم، در خودمون تقویت بکنیم و سپس با این داروی بسیار تاثیرگذار به سراغ بیماری‌ها و به سراغ کاستی‌های وجود و زندگی خودمون بریم و اونها رو ترمیم بکنیم. بنابراین بدون اغراق و بدون تعارف و بدون هیچ گونه در واقع مجامله‌ای، واقعیت این است که بزرگترین دستاورد بشر کشف مهر است و مهر جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد. پرستش و مستی است در کیش مهر، برونند زین حلقه هوشیارها. این یک جهان جدیدی رو برای ما باز میکنه و ما چون شاخه‌های بسیار متعددی در این موضوع وجود داره، فقط به اون جنبه‌هایی که میتواند به درمان ما، به آرامش ما، به رشد و تکامل ما منجر بشه، ما به اونها خواهیم پرداخت و اشارات کوتاهی رو خواهیم کرد. چرا؟ چون اینها هم نیازمند به حضور هست، هم نیازمند به افرادی است که آمادگی کافی رو داشته باشند، هم نیازمند به این هست که در درون خودشون برای پذیرش این مطالب ظرفیت ایجاد کرده باشند.
اما به همون میزانی که آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید، به همین میزان یه اشاراتی رو در حوزه طب مهر خواهیم داشت تا شما اونها رو و تکنیک های اون رو ببرید و در زندگی های خودتون استفاده بکنید و در بخش های مختلفی حیات پیدا بکنید، نه فقط جسمی، در بخش های روحی، در بخش های اندیشه، در بخش های ذهن، در همه بخش ها بتوانید که به یک آرامش و به یک ثبات و به یک سلامت و به یک استاندارد لازم برسید و انشاءالله زندگی بسیار خوب و پویایی رو بعد از شنیدن این مطالب آغاز کنید. Dinesh Media Update Idea.